دوستان خوش اومدید به ویدیو جدید. من امتی میفار هستم. اومدیم اینجا که بریم یه گیم بازی کنیم و نکاتی که داخل فری فایر باید راحت کنیم و بهتون بگم. بزن بریم. دوستان اومدیم لابی. دوستان فری فایر تو آپدیت که میخواد بده، آپدیتی که میخواد بده داخل لابی آل میخواد اضافه کنیم، یعنی صدای اطرافیانتون داخل لابی بشنوید که چی میگن و چی حرف بزن. از اون موضوع نکته دوم که داخل فری فایر باید کنید، اگه میخواید رنگ کنید نباید بپرید جای شلوغ، باید بپرید جای متعادل. که هم بتونید کیل خوبی بگیرید، هم بتونید رنگتون رو ببرید بالا. نکته سوم اینه که موقعی که میخواید بپرید باید همیشه دور و براتون رو نگاه کنید که بدونید که حریفتون کجا میپرن و کجا تو شما باید بپرید. دوستان ببینید نصف فری فایر پلیرها میرن پیک که زود میمیرن. حالا ما میریم ببینیم چقدر زود میمیریم، شاید هم نمونیم. نکته پنجم، نکته چهارم اینه که شما رعایت نمی کنید، اینه که خیلی چیزی بهتون میگم، خیلی مثلا گان جمع باید کنید. نکته پنجم اینه که گاناتون خیلی من مردم، اینه که سریع میمیرید. وقتی میمیرید باید برید جای خلوت‌تر، مثلا بیماساکی برید، مثلا فکتوری برید، مثلا نمیدونم فکتوری که اونوره باید برید. اینجور جا باید برید که مثلا بتونید لوتای خوبی بگیرید. دوستان من الان خیلی بازی سرد شده نمیتونم بازی کنم. الان یه دونه بیزون گیرمون اومد، یه دونه از این اسنبی دره بیدیم. خب نکته ششمین نکته است که بخوام بهتون بگم، نکته اینه که باید خیلی مثلا کم چیکار کنید، مثلا بیش از حد باید این نکته رو عملی کنید. این نکته اینه که همیشه باید کاراکتراتون پر باشه، در هر شرایطی باید کاراکتراتون پر باشه، در هر